ما تقریباً هیچ هستیم. فضای خالی اتم. میدونستی اگه فضای خالی بین اتم‌های بدنت رو حذف کنیم، کل جمعیت 8 میلیارد نفری کره زمین توی یه دونه حب قند جا میشن؟ آره، درست شنیدی. قضیه اینه که 99.999% از حجم اتم‌های سازنده بدن من و تو فقط فضای خالیه. برای اینکه بتونی تصور کنی چقدر خالیه، فرض کن هسته اتم یه مورچه وسط استادیوم آزادی باشه. الکترون‌هاش دارن اون بالا توی صندلی‌های ردیف آخر میچرخن. تمام فضای بین زمین چمن تا صندلی آخر هیچی نیست. فقط خلا. حالا نکته ترسناک کجاست؟ اگه این فضای خالی رو از تمام انسان‌های روی زمین بگیریم، حجم همه ما با هم اندازه یه حب قند میشه. اما صبر کن. وزن این حب قند کوچیک میلیاردها تن میشه. چون بی نهایت فشرده است، دقیقاً مثل یه ستاره نوترونی. حالا با این وضعیت حس پوچی می‌کنی یا حس می‌کنی خیلی سنگین و مهمی؟ نظرت رو برام بنویس.